سلام عرض میکنم خدمت همراه همیشگی مجموعه گلدنگان. با یه ویدیوی جدید در خدمتتون هستیم راجع به آموزش و تست سلاح KWC گلاک 17 برند KWC مدل گلاک 17 که یکی از سلاح‌های پرطرفدار دنیاست، چه جنگیش چه گازیش. این سلاحی که بخوایم امروز واسهتون تست کنیم تپانچه گازی گلاک 17 ساخت کمپانی KWC تایوان هست. همونطور که میبینید داخل جعبه خود سلاح وجود داره و پک ساچمه اشانتیون و آچار آله. البته ساچمه اشانتیون گاهن نیست ولی خب معمولا داخل جعبه ها میاد. خب همونجور که میبینید سلاح فوق‌العاده خوشگل و خوش‌دستیه و خیلی پرطرفدار، حدود 1 کیلو 800 گرم وزنشه. این اسلحه خشاب خطی همونجور که میبینید BBS پیستول است، ساچمه گرد استیل داخلش میخوره 19 تا و بلوبک داره، یعنی گردن متحرک موقع شلیک. و یه سری توضیحات جالب راجع به این سلاح بهتون بدم که این سلاح رو منحصر به فرد میکنه. این ضامن تیر آخر اسلحه هست که میبینید وقتی تیرتون به پایان برسه گلنگدن این نمونه جنگی عقب وای میسه به نشونه این که شما دیگه ساچمه‌ای برای شلیک ندارید. و ضامن اسلحه که این زیر طراحی شده. چند تا مزیت داره این اسلحه. اولا دوستان یه توضیح راجع به مورد دابل اکشن و سینگل اکشن بدم. البته قبلا این توضیح رو دادم ولی دوباره میگم. توی اسلحه‌هایی مثل والتر آلمان و کلا اسلحه‌هایی که حالا چکش بیرونی دارن ما به این میگیم دابل اکشن. یعنی اول روزی چک کنم که گاز کپسول گاز داخلش. این سلاح هم کپسول داخلشه. برای مسئله دابل اکشن باید ببینید دوستان، وقتی اسلحه رو ضامن برمی‌دارید به این میگیم دابل اکشن. این یه اکشن، چکش دو اکشن. یعنی شما خلاصی ماشه رو باید با انگشتتون بگیرید. تو دو حرکت اسلحه شلیک میکنه. وقتی چکش رو میدید عقب، ماشه میاد عقب و خلاصی ماشه گرفته میشه. به این میگیم سینگل اکشن. یعنی با کوچکترین ضربه شما میتونید شلیک کنید. حالا یه اسلحه‌ای مثل گلاک که چکشش داخله، یعنی شما چکشی بیرون نمیبینید که بخواید بذارید روی سینگل اکشن. این اسلحه وقتی که بلوبک میزنه گلنگدن میره میاد همیشه رو حالت سینگل اکشن قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی این زائده ای که داخل خیلی ها میپرسن ماشه گلاک هست، فقط گلاکه، چه تو نمونه جنگیش چه تو نمونه گازیش که این زائده رو داره. این زائده خلاصی ماشه شما رو میگیره. شما هیچ خلاصی ماشه ای ندارید. با کوچکترین اشاره ای اسلحه شلیک میکنه و این گلنگدن هر بار که میره میاد عقب خودش چکش رو میده عقب و رو حالت سینگل اکشن قرار میگیره. این یکی از دلایلی که باعث میشه تاکتیکال ترین اسلحه دنیا باشه برای پلیسای دنیا. بیشتر پلیسای حرفه‌ای دنیا از اسلحه گلاک استفاده میکنن. یکی همین دلیله. دلیل دوم اینه که گلاک تنها اسلحه‌ای که شما وقتی میذاریدش روی ضامن به محض اینکه گلنگدن رو میکشید از رو ضامن خارج میشه. گلاک تنها اسلحه‌ای که وقتی میذاریدش روی ضامن به محض اینکه گلنگدن رو میکشید از رو ضامن خودش خارج میشه. این خاصیت گلاکه. و سومین دلیلش هم وزن و اندازه بسیار مناسبش، یعنی بالانس وزنی گلاک داخل دستشه، یعنی تو دست شماست تا داخل لوله باشه. ببینید دوستان، یه سری اسلحه ها عملیاتی هستن، یه سری اسلحه ها کادری هستن. اسلحه مثل گلاک 17 گلاک 19 گلاک 21 و کلا برند گلاک و مثلا برونینگ مارک 3 عملیاتی هستن. به خاطر این دلایلی که گفتم زود مسلح میشن. اسلحه‌ای مثل برتا و 1911 کادری هستن. اسلحه‌ای هستن که بیشتر افرادی که کادری حالا نظامیای کشور هستن استفاده میکنن. همونطور که میبینید از بحث خارج نشیم، خیلی اسلحه خوش‌دستیه، ضامن تیر آخر داره و حالا میخوایم یه کپسول بذاریم. البته
بدون ساچمه و براتون تستش کنیم. آلنی هست مثل بقیه مدل KWC. درپوش رو باز میکنیم. درپوش رو میبندیم و دور آخر همونجور که میدونید سری میپیچونید که گازش آب بند شه. اسلحه شلیک نمیکنه وقتی خشاب میذارید داخل. خشاب گلاک 19 تایی 19 تا ساچمه گرد میخوره تا وقتی فنر خشاب رام شه شما 17 تا ساچمه میتونید بذارید. به محض اینکه فنر خشاب نرم شد میتونید 19 تا ساچمه داخلش بذارید. وقتی خشاب میزنید مثل مدل برتا یا مثل مدل 1911 شلیک نمیکنه. حتما باید یه بار گلنگدن رو بکشید. همونجور که میبینید چون ساچمه نداره گلنگدن عقب باید بسته. قدرتش رو میبینید. ببینید هر بار که بلوبک برمیگرده عقب اسلحه رو حالت سینگل اکشن قرار میگیره و این زائده خلاصی ماشه گلاک رو میگیره. تست ریویوی اسلحه گلاک 17 ساخت کمپانی KWC. ممنون از توجهتون.